درود بینندگان عزیز، برنامه نوبتی چرخ گردون است و در صحبت امروزه رستم عزیزی سیاستشناس تاجیک حضور دارند و موضوع بحث و بررسی امروزه ما مسئله سازشنامه میان امریکا و ایران است که قرار بود در اسلام آباد پاکستان صورت گیرد. خوش آمدید یک بار دیگر رستم عزیز و بگویید که ملاقات اسلام آباد دایر می شود یا نه؟ سلام و درود و خسته نباشید بینندگان گرامی. اصلا یعنی متاسفانه من شخصا از روی اون تحلیل و اون بررسی اخباری که در دست هست زیاد به این مسئله خوشبین نیستم. یعنی حتی در صورت برگزار گردیدن اون هم امضای توافق یا سازش بعید به نظر میرسد. سلامت باشید. و همین که حتی همین اعلان سازشنامه به شبکه‌های اجتماعی راه یافته بود، جانب اسرائیل دوباره بمباران لبنان را آغاز کرده بود. فکر میکنید این مسئله سبب شد؟ در اینجا یک چند مسائلی هست که شاید همچون صد راهی این توافق شدن. اول اینکه اگر انصافاً کنیم، یعنی واقعاً توافق در شکل اون 10 شرطی که پیشنهاد شد، این با ارزیابی خودی کارشناسان و فضای رسانه‌ای و فضای کارشناسی هم امریکا هم اسرائیل بیشتر به سود ایران هست و این اعتراف ضعف و باخت جانب امریکا و اسرائیل است. در چنین شکلی که از جانب ایران پیشنهاد شد، البته بسیار خوب میشد که پذیرفته میشد، ولی در اینجا علاقه برای این ابرقدرت ها این اعتراف ضعف است. یک چیز رستم بخشش، یک چیز که جانب امریکا حتی قبول کردن همین شرطنامه هایی که از جانب ایران پیشنهاد شده بود، از نگاه اول یک شرط هایی برای نه تنها امریکا و اسرائیل بلکه برای همه کسانی که جانبداری از موقع اونها میکردن یک نوع باخت حساب میشد. ولی برای چی به اندیشه شما ترامپ در به این شرط راضی شد؟ اصلا ما نمیتونیم زیاد روی اون حرف و بیانیه های رئیس جمهور ترامپ اعتماد کنیم، برای خاطری که این سابقت برای ما ثابت کرد که آقای ترامپ میتواند اون چیزی که دیروز گفت فردا یک چیزی تماما کاملا ضد و نقیض بگه. برای منم منتها یک چیز دیگر هست، یعنی فشاری بسیار قوی از حسابی هم داخلی، یعنی شما دیدید که در هم کنگره ایالات متحده آمریکا هم فضای عامه بسیار سوالهای ناخوشایند برای دفتر رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد کردن و حتی پیشنهاد امپیچمنت آن هم شد. برای این هم هرچندی که ترامپ بارها و بارها اعلان پیروزی میکرد، ولی باز فردا ضربه های موشکی ایران بود یا ضربه های موشکی به ایران. از این رو باید یک چیز باشد که حداقل در اینجا آبرو و روی سرخی طرف ها نگاه داشته شود و آنها هر طرف میتواند خود رو پیروز اعلان کند. ولی در این چیزی که پیشنهاد شد، ببینید یکم کشوده شدن گلوگوی هرمز، دیگر به اصطلاح ما بعید میدونیم، یعنی خیلی دور از احتمال است که دیگر این به حالتی قبل از جنگی برگردد. یعنی برای چی؟ برای که ایران برای خود یک فشنگ فشار پیدا کرد. اول. دوم این که یک راهی مثلا هم فشار است و هم یک راهی واقعا است که درآمدهای اقتصادی و تا یک نمو استوار نمودن موقع خود در منطقه است.
یعنی اگر بگیم 2 سال قبل یک موضوع بررسی شد که خلیج رو عربی بگویم یا فارسی که دیگه 100% ثابت است که خلیج ایرانی است. برای این هم هرمز بسیار مسئله حساس است. دوم مسئله که بسیار حساس است و من گمان نمیکنم که ایران هیچگاه از اون دست کشد، این مسئله غنیسازی اورانیوم است. غنیسازی یعنی این اعترافی خسارت است، اعترافی ضعف است و اعترافی مغلوب شدن است. و دوم اینکه این مسئله غنیسازی اوران برای ایران اگر از لحاظ صنعتی و از لحاظ به اصطلاح بگیم که آبرو و از اصطلاح به اصطلاح آن چیزی که میگن آبرو و رپوتاسیون هست بسیار مهم است. چون شعارهای اگر به شعارهای سیاسی ایران نگاه کنیم انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، یعنی این چیز یک به مثل در برابر خود وجود داشتن نامگذاری جمهوری اسلامی، این هم یکی از بگیم که زیربنای ایدئولوژی هست. و دیگر اینکه مسئله سوم که مثلا میتواند باعث تنش ها شود و اصلا این چیز را امضای این توافق را مانع شود، این مسئله همپیمان های شبه نظامی بگیم یا هر چیزی که گفتیم به اصطلاحات گوناگون است. مهم است که شما از کدام طرف باشید. مهم که مثل حزب الله، حوثی ها، 8 شعبی در عراق است. یعنی مسئله اینا است و تکلیف اینها. یعنی ایران در فرق از بعضی ابرقدرت های دیگری که تمام همپیمان های خود را پرتافتند و رفتند، یعنی یک چیزی باید بگیم که در مسئله همپیمان های خود ایران تا هنوز بسیار ثابت و استوار است و مسئله حزب الله برای حضور ایران در خاورمیانه بسیار مهم است. بحث اینجا نمیخوایم از لحاظ دینی یا ایدئولوژی وارد شویم. اینجا بحث 100% بحث سیاسی و ژئواستراتژی است، خصوصا بعد از سر حکومت در سوریه آمدن آقای احمد شرعه سابق جولانی. وضع مثلا ایران یا قوای ایران یا فیشنگ‌های ایران ضعیفتر شدند و مثلا ضعف حزب الله دیگر این است که یا گویا که ایران بالکل از منطقه خاورمیانه رفت و به ویژه شام، که این چیز برای ایران قابل قبول نیست. نه از لحاظی بگیم که تنها بحث دینی و ایدئولوژی، بلکه از لحاظ حضور واقعی ایران در منطقه است. و ایران در رفت این جنگ ماه رمضانش بگیم یا چیز دیگر که رفت ثابت کرد که وجود این همپیمان ها هم در عراق، هم در یمن و هم در لبنان واقعا هم میتواند بسیار مؤثر باشد. یعنی بیشتر اون موشک ها، حمله های موشک های خصوصا بگیم که اون موشک هایی که یا پهپادهایی که باید از نزدیک استفاده شود، بیشترش از همون با استفاده از این همپیمان ها و شریکان ایران شد که این مسئله من گمان نمی کنم که در این مسئله ایران تواند یک عقب نشینی کند و اصلا بیانیه های رسمی که هم سخنگوی اونها که ابراهیم ذوالفقار بعد و حتی آقای عراقچی گفتن که مسئله لبنان مسئله ای است که برای اونها کلیدی است و برای اسرائیل نیست. این مسئله یکی از مسائل کلیدی است. اگر برای امریکا که خب دورتر از منطقه است و اصلا اصول ترامپ است که میتواند هر چیز رو همچون پیروزی خود اعلام کند، برای اسرائیل مسئله دشوارتر است. یعنی برای اسرائیل این مسئله حیاتی است. یعنی آقای نتانیاهو حتما پرسیده خواهد شد. یعنی تا زمانی که جنگ رفته ایستاده است، شهروندان اسرائیل یا اون کسایی که آواز دهنده ها ساکتن در چیزهای زیرزمینی، ولی که وقتی که اگر این شرطنامه امضا شد، خب حتما سوالهای زیادی از جانب حتی هواداران، حالا گذاشتیم از مخالفان، با جانب آقای نتانیاهو خواهد شد که خب تکلیف ما چی شد بالاخره؟ خب همون جنگی که بود باز همون جنگ بود، همون شلیک ها، همون موشک ها هستن، همون حزب الله، همون چیز. خب یعنی ما برای چی جنگ کردیم؟ بله، این بسیار طالب بود و خصوصا خسارات های زیادی جانی شد. البته ایران که سر جاست، ولی جانب ایرانی نسبت به خسارات مالی و خسارات جانی کمتر اینقدر حساسیت ندارد، برای که به هر حال سابقه جنگی دارد،
اگر بگیم که جنگ ایران و عراق که میلیون ها باخته ها و عموما اگر بگیم از لحاظ حتی مذهبی تشیع که اصلا همین مسئله شهادت و مسئله عزاداری یک بگیم که یکی از شاخصهای مهمی بگیم فرهنگ آنها هست، یعنی اینقدر زیاد حساس نیستن. ولی در اسرائیل حتما پرسیده خواهد شد و برای همین هم نتانیاهو باید حداقل بگوید که ما حزب الله را خنثی کردیم. یعنی یک چیزی باید باشد که برای مردم خود به عنوان پیروزی پیشنهاد شود و لذا همین مسائل یعنی غنی سازی یا که حدی درصد غنی سازی یورانیوم، مسئله گلوگاه هرمز و مسئله همپیمان‌های ایران به ویژه حزب الله مسائل کلیدی برای بررسی است که طرف‌ها آماده نیستند که در این مسئله عقب نشینی کنند. و دو دیگر این که در اینجا کمتر رقابت بین خود میانجی‌ها هست. یعنی اگر پاکستان در اینجا از لحاظ دیپلماتی موفق شد، خب بسیاری از کشورهای منطقه هم خوشحال نخواهد بود. یعنی شما تصور کنید که یعنی یکی از پیامدهای جنگ همین می شود که ایران استواری خود را ثابت کرد، پاکستان قدرت خود را برای میانجیگی و برای دیپلماتی ثابت کرد. خب تکلیف این همه کشورهای خلیج و به ویژه ترکیه و چی می شود؟ یعنی اینها چی هستند؟ اگر درشت هم باشد به اصطلاح همین مردمی عادی همین دیهاتی ما، بعد اینا کله خر هستند که چیز خصوصا در برابر آن سخنهای عجیب و غریبی که آقای ترامپ در برابر همپیمان‌های عربش گفت. یعنی اینجا باز ما گفتیم اینجا یکی از مسائلی تا یک اندازه آبرویی هست که اعترافی هم بگیم استواری ایران. چون ببینید دولت ماند، نظام ماند، سپاه باز پرقوتر شد، یعنی تاثیر سیاسی اون تقریبا یعنی چیزی بدون خرابی ها و خسارات جانی تغییر نیافت و باز اینجا به اصطلاح ورود پاکستان به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در منطقه میتواند تمامی طرح منطقه را به ویژه با ضعیف شدن زیربنای نظامی امریکا در منطقه، زده شدن رادارها و خراب شدن بسیاری از پایگاه نظامی، البته چنین با ساخت برای بسیاری از بازیگرای منطقه خوشایند نیست و به ویژه موفقیت پاکستان این موفقیت چین هست در برابر این. برای همین هم ابرقدرت ها نمیتوانند در آن شکلی که پیشنهاد شد این چیز رو پذیرند. سلامت باشید رستم. قبل از سر آن که جنگ آخری که رخ داد، این تا یک اندازه قضیه پرسر و صدای جزیره اپشتین را از نظرها دور کرد. ولی این صبح علاقه باز دوباره این قضیه برداشته شد و این ماجرا پای خانم اولی امریکا ملانی ترامپ کشیده شد. خب این موضوع بحث دیگر است و من تا جای میدونم وضعیت ترامپ در داخل خود امریکا هم خوب نیست. همین صبح من یک چیز عمری رایپرسی در امریکا نگاه کردم. ترامپ پسترین درجه دستگیری در اهالی در از روزی رئیس جمهور شویش دارد و همچنین این بانوی اول خانم ملانی ترامپ از بگم که بعد دیدترین یا شاید مثلا آنی که پسترین درجه دستگیری میان مثلا خانم های اول دارد و در برابر خانم که هیلاری کلینتون هست اگر بگم که از سمت دموکرات ها که زیاد دستگیری مردم ندارد و ویژه باز اون تا یک اندازه بگیم مناقشه و تبادل طنز و پیچینگ های میان آقای ترامپ و آقای ایمانوئل ماکرون هم اصلا این مسئله رو باز هم دشوارتر کرد و پیچیده‌تر کرد و به یک سطحی به اصطلاح جنگ دو همسایه در دهش سطحی کوچگی فرامد. واقعا ماکرون مخصوصا پاسخی ماکرون با ترامپ بسیار کشنده
البته برای و خیلی نمکین به آه. با رعایت آداب و بله مخصوصا برای اونهایی که مثلا مردم مسلمان هستند یا ننگ و آر و وجدان نمیدونن که چی است. این چیز واقعا تاثیر کننده است. بعد یک چیز دیگر، اگر که چنین باشد پس این جنگ دیگر پایان ندارد. یعنی اکنون بگم که ما شاید کارشناسی مسائل نظامی و ارتشی نیستیم، ولی از لحاظ بگم بررسی عمومی میگم که جنگ دیگر شدت اون خیلی کاهش می‌یابد. برای که مثلا هر دو جانب دیگر اونقدر امکانات برای با شدت بردن آن ندارد. چیزهای نظامی هم خیلی کم شدن، قوا هم ضربه های نظامی هم، ولی در همین شکلی که هست، در شکل شاید ادامه بعضی از هجمات برای نگاه داشتن وضع استاتوس کво یا به اصطلاح چیزی که کم هوا به نفع واقعا هر دو جانب است در شکل اون حاضره. برای که ایران یک چیز رو ثابت کرد الان، اگر نگاه کنید اون بیانیه هایی که جانب رسمی ایرانی میشد و اون بیانیه هایی که از جانب رسمی امریکایی میشد اصلا بین هم دیگر خیلی تفاوت دارن. یعنی ایران روی راست علنا میگفت که هیچ توافقی نیست، هیچ گفت و شنیدی نیست، ما راضی نیستیم، ولی مثلا کاخ سفید به آقای ترامپ میگفت که همه چیز خوب است. یعنی حتی بگیم که کسی که کارشناس نباشد، یک بگیم که یک مردم عادی میگه که خب بالاخره گپی کدو میشه با درست است. از اینجا میگیم که ولی به هر حال از لحاظ دیپلماتی بیانیه‌های ایرانی خیلی ثابت‌تر بدن. یعنی بگیم که پای در هم تقریبا تغییر نیافت و در نتیجه باز اون چیزی که بعد از اومد خاصا امروز ببینیم که یک قسمتی از تحریم‌ها برداشته شد. دیگر این که مسئله گلوگاه هرمز یک فشنگ فشار برای جانب ایرانی شد. خب میتواند حتی جانب عمانی هم شریک باشد. این هم موافق قوانین بین المللی بحری است، چون هر دو طرف در دو طرف گلوگاه هستند، و هم ایران میان کشورهای عربی شاید از نزدیکترین کشورها با عمان میکنم، شاید از نزدیکترین کشورها در مسئله میانجیگی و در بعد بسیاری چیزها برای ایران باشد. برای من هم و این هم یکی از فشنگ‌های فشاری عموم برای بعضی از همسایه‌های متکبر منطقه خلیج میشود. برای همین که این چیز پیدا شد. دوم اینکه حضور نظامی، از موقعیت بگیریم، حضور نظامی آمریکایی در منطقه خاورمیانه کاهش یافت، ضعیف شد و حتی زیر سوال رفت. یعنی بسیار اگر شما نگاه کنید، من یک به عنوان یک کسی که عرب شناس هستم و بسیار پیگیری میکنم رسانه‌های عربی، نه تنها به اصطلاح بگیم که مخالفان یا کارشناسان، حتی یک افراد رسمی و حتی افراد درجه اول هم سوال به میان آوردن که خب حضوری پایگاه‌های نظامی آمریکایی در اینجا که قرار بود کفیل و ضامن صلح و امنیت باشد، برعکس نه اینکه کفیل نشد، بلکه برعکس چی شد؟ یکی از عامل‌های خطر شد برای ما. برای همین هم این آینده مسائل حضور نظامی آمریکا در منطقه هم تا اندازه چی شد؟ ناروشن شد. و با وجود اینکه بغیر از امارات اگر ببینیم که هنوز هم کوشش میکند به اصطلاح با نقشه‌های قدیمی و کهنه بازی کنند، یعنی اگر نگاه کنیم به قطر یا سعودی، هم در گفتمانشون هم در بعضی از عملکردشون تغییرات کلی و جدیه. برای قطر همچنین عربستان سعودی، زیرا هرچی گفتیم با وجود اینکه مثلا اونها میتونند همپیمان امریکا باشد، اونها میتونند دوست امریکا باشد، سرمایه‌گذار امریکا و شریک تجاری باشد، ولی وقتی سخن‌های همچنین از دهان آقای ترامپ میبراید در شأن ولیعهد محمد بن سلمان، برای به هر حال در کشوری خاوری، در یک کشور مسلمان نشین و یک کشور سنتی ساکت بودن در برابر این نشانه ضعف است. حداقل برای باشندگان کشور خود، برای شهروندان خود ولیعهد باید نشان دهد که خب یک کودک برای
آزار برای دشنام نیست. از این رو به اصطلاح با اعتراف تمام خسارات جانی و تمام خسارات بگیم که زیربنای و ساختاری که در ایران شد، یعنی یگان تا هنوز هیچ تغییرات بنیادی نه در نظام، نه در راهکار، نه در ارتش، نه در هدف ها ندیدیم. سلامت باشید رستم عزیز، یک صحبت خیلی خوب بود واقعا و اکنون ما هم انتظار میشیم که البته صلح به نفع همه ما است، ولی ما باید در تحلیل واقع‌گرا باشیم. بله، سلامت باشید، خوش آمدید یک بار دیگر. این بود برنامه نوبتی چرخ گردون با شرکت سیاستشناس موفق تاجیک رستم عزیزی.